درود شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 15 دکبر 2020 سال و نشر خبری این ساعت مستقیما روی موج رادیو مهاجر با مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان. خبرها را شروع میکنیم از روسیه. مهلت تمدیدگردیدن فرمان رقم 274 ولادیمیر پوتین درباره بدوباش صادر کرده شده مهاجران در فدراسیون روسیه در دوره پاندمی امروز 15 دکبر به انجام میرسد. تا به حالت آماده گردیدن این گزارش از تمدید سوم باره این فرمان هیچ اطلاعی رسمی دسترس کرده نتوانستیم، اما ماه قبل کریل ادزینوف معاون سردار سرایوست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در جلسه پالاتای بالایی پارلمان روسیه گفته بود که احتمال دارد فرمان رقم 274 از 18 اپریل سال 2020 برای بار سوم تمدید کرده خواهد شد. ما با مأموریت دستگاه اجرایی پرزیدنت سر همین مسئله کار برده ایستاده‌ایم. احتمال می‌رود که فرمان رقم 274 تا تابستان سال 2021 تمدید گردد، گفته بود کریل ادزینوف هنگام سخنرانی در نزد هیئت سناتوران پالاتای بالایی پارلمان فدراسیون روسیه. قبلا فرمان رقم 274 دو مرتبه تمدید گردیده بود. این فرمان از جانب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تصویب رسیده برای بدوباش مهاجران مهنتی و در عموم شهروندان خارجی در دوره کرونا ویروس در حدود مرزی و معمولی فدراسیون روسیه یک قطار سبکی را پیش بینی می‌کند. از جمله مهاجران در دوره عملی این فرمان از حجت‌گذاری رسمی هنگام فعالیت مهنتی نداشتن آزادند. همچنین طبق طلبات در فرمان مذکور آورده شده اخراج شهروندان خارجی از حدود مرزی و معمولی فدراسیون روسیه در دوره عملی فرمان مذکور منع است. اما طبق طلبات همین فرمان آن مهاجرانی که فعالیت کاری را ادامه می‌دهند باید مبلغ ماهانه پرداخت پاتنت را سپارند. مهلت دیگر حجت‌های مهاجران از جمله ورقه قید اقامت محل، مهلت اقامت موقتی خود RVP و مهلت اقامت در روسیه و NG و طور خودکار تمدید می‌گردند. ادامه خبرها و به موضوع دیگر می‌گذاریم. به تاجیکستان برویم. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در کشور نو کرد که موافق آن یورو و روبل روسی یک باره بالا رفتند. در دوام روز روبل روسی که قبلا 153 و 153.5 سومانی ارزش داشت برای 1000 روبل امروز به 154 سومانی رسید. خود همین منظره رشد نظر است با پول اروپا نیز به چشم می‌رسد. امروز طبق تابلو الکترونی بانک ملی تاجیکستان یک یورو 13.74 سومانی مقرر کرده شده است. یک روز پیش یک یورو 13.70 سومانی ارزش داشت. در همین حال دلار ایالات متحده آمریکا در ماه دوم پی در پی قرب خود را در سطح 11.30 سومانی نگاه می‌دارد. تحلیلگران قید می‌کنند که تصحیح قرب اسعار امکان دارد که پول ملی سومانی در سطح کاهش انتقال پول و سرمایه مستقیم خارجی به کشور به سطح اساسناک شده نزدیک کرده شود. بانک ملی کشور خاطر رسان می‌کند که همه عملیات‌های اسعاری باید در بانک‌ها، فیلال‌های آنها، نقطه‌های مبادله اسعار و ترمینال‌ها انجام داده شوند و ویران کردن این قاعده‌ها جزای مأموری و جنایتی را در پی دارد. یادآور می‌شویم که قبلا بانک آسیای رشد تحقیقاتی را پیشنهاد کرده بود که طبق آن تحلیلگران پیشگویی کرده بودند که پول ملی کشورهای در حال رشد از ضرر پاندمی کرونا ویروس آزادی برقرار نمی‌شوند. بانک مذکور اینچنین سودشوی منبع پول ملی کشورهای دارای اقتصاد سطحی میانه را در برابر دلار و یورو پیش بینی می‌کند. تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان در روی موج رادیو مهاجر است. برمیگردیم به روسیه و ادامه میدهیم. یک طبیب تاجیک که در یک از بیمارخانه‌های ولایت مسکو فعالیت می‌کند در برابر 179 نفر طبیبان دیگر رقابت کرد و توانست جایزه ما در کنار تسلیم گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف را به دست آورد. فرقت غفورов زاده تاجیکستان بوده. در حال حاضر مدیر شعبه بیماری‌های دل و رگ بیمارستان مرکزی ناحیه ایگوری و ولایت مسکو میباشد. این جراح تاجیک جایزه ویژه‌ای به دست آورده‌اش را یکی از موفقیت‌های طبیبان تاجیک در خارج کشور می‌داند. جایزه مذکور از جانب گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف به فرقت غفورов در یک مراسم باشکوه برای پیشبرد ساحه تندرستی ولایت خدمت‌های نظر است در دوره پاندمی کرونا ویروس و مهربانی و غمخواری نسبت به بیماران تقدیم کرده شده است.
شما خبرهای این ساعت را در روی موج رادیوی موجر مستقیما میشنوید. از روسیه به آمریکا میرویم. طبق نتیجه های نهایی آوازدهی در ایالات متحده آمریکا، نامزد به مقام پرزیدنتی از حزب دموکرات جو بایدن 78 ساله پرزیدنت 46 ایالات متحده انتخاب گردید. جو بایدن 306 رای روی هیئت انتخاب کنندگان فدرالی را به دست آورد که برای پیروزی 270 آواز کافی بود. پرزیدنت کنونی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ باشد 232 رای هیئت انتخاب کنندگان فدرالی را صادر کرد که این در برابر آوازهای به دست آورده جو بایدن به طور نظر است کم است. باید قید کرد که دونالد ترامپ بارها گفت که در جریان آوازدهی در چندین ایالت‌های شتات‌های متحده آمریکا نقض قانون انتخابات صورت گرفته است و با چنین مضمون به چندین دادگاه‌های ایالت‌ها شکایت رسمی برده، اما هیچ از دادگاه‌ها دعوای دونالد ترامپ را قبول نکردند. دفعه آخر حتی دادگاه عالی آمریکا شکایت دونالد ترامپ را بنا به عاری بودن از اساسهای واقعی رد کرده، حتی بررسی نگرفت. نامزدی پرزیدنت نو و نتیجه های انتخاباتی 6 ژانویه باید از جانب کنگره آمریکا تصدیق کرده شود. در صورت برآوردن حکم مثبت به مرحله آخر، سوگندیادکنی پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا روز 20 ژانویه برگزار می شود. جو بایدن چند سال پس هم در کنگره آمریکا سناتور بود و در عهد پرزیدنتی باراک اوباما به حیث نایب رئیس جمهور فعالیت کرده است. در این نوبت به حیث نایب رئیس جمهور کامالا هریس انتخاب گشته است که این اولین زن از عائله مهاجران در آمریکا می باشد که به چنین مقام بلند در این کشور نایل گردیده است. ادامه نشر خبری و در قرقیزستان مرزبانان انتقال غیرقانونی سازشواری و روغن‌های مولدنی را به قلمرو تاجیکستان پیشگیری نمودند. می‌نویسد آژانس خبر با استناد به خدمات دولتی مرزبانی این کشور. معلوم است که مرزبانان اطراف سرحدبانی لیلیک نقلیات سبکروی تمغه مرسدس بنز اسپرینتر را در کنار دهه مقصد در منطقه بدکند بازداشت کردند. در سر چنبرک نقلیات گفته می شود که شهروند تاجیکستان نشسته است که می‌خواسته است غیرقانونی از گذرگاه سرحدی گذرد و 3 تن سوزشواری دیزلی را از قرقیزستان به طور قاچاق به قلمرو تاجیکستان وارد سازد. گفته می شود که راننده یگان سند همراه برای سوزشواری و روغن‌های مولدنی نداشت. بنا به این حرکت نقلیات مذکور برای تفتیشات علاوه‌ای عاید به دلیل انتقال غیرقانونی سوزشواری بازداشته شد. حالا معلوم نیست که نسبت به راننده مذکور پرونده جنایی آغاز گردیده است و یا نه. و در آخر از قرقیزستان به ازبکستان می‌رویم. در جلسه شورای عالی اقتصادی اتحادیه اوراسیا که روز جمعه هفته گذشته برگزار شد، جمهوری ازبکستان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا انتخاب گردید. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف ضمن شرح این قرار به مسائل ساحه شغل توجه ظاهر کرده افزوده است همکاری در دایره فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ساحه ذخیره‌های مهنتی به حل مسائل‌ها در ساحه شغل و تامین نمودن اقتصادیات کشور ما به کادرهای بلند اختصاص مساعدت خواهد کرد، گفته است شوکت میرزیویف. اینجوری سرور ازبکستان به همکاری زیج با بانک اوراسیایی رشد به لایحه‌ها در ساحه متالورگی، صنعت و کشاورزی اظهار امیدواری کرده است. قید کرده شده است که قدم به سوی نزدیک‌شوی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سریع بود و پیشگویی شونده بود، زیرا سال‌های اخیر گردش سودای ازبکستان با دولت‌های اعضای اتحاد قریب 2 برابر افزوده است. روابط تجارتی حتی هنگام پاندمی کرونا ویروس و بسته بودن کل مرزهای کشورها نیز منع کرده نشده است. دوام 10 دقیقه تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را در روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی شما را با تحولات تازه تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت.